یک مفتش دادستانی کل تاجیکستان با اتهام به خودکشی رسانیدن مهرانه نویبова ساکن 23 ساله دوشنبه بازداشت شده است. این دختر جوان 4 اپریل امسال در استراحتگاه چهارچمن ناحیه درواز در شرایط مرموز به هلاکت رسید. دو منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفتند بعد رسانه‌ای شدن شکایت نزدیکان مهرانه نویبова مفتش فیروز سعیدزاده بازداشت و علیهش بر اساس ماده 109 کودکس جنایی پرونده باز شده است. این بند قانون برای به خودکشی رسانیدن شخص از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. منبع رادیو آزادی گفت قضیه را دادستانی ناحیه سینا تحقیق دارد و فیروز سعیدزاده در بازداشتگاه است. تفصیلات بیشتر درباره پرونده و اینکه چگونه مهرانه نویبова را به خودکشی رسانیدن معلوم نیست. سرنوشت دولت عربزاده دادستانی دوم که همراه مهرانه نویبova در درواز بود معلوم نیست. نظر این دو مفتش و موقع دادستانی کل تاجیکستان به حادثه هنوز نشر نشده است. نزدیکان مهرانه نویبova بیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که به فرضیه دست به خودکشی زدن او باور ندارند.